پیامی هم دارم از برای ترانه‌خوان‌های عزیز. دخترک از دور صدا میکنی، دخترک از دور صدا میکنی، پنجره دلم هوا میکنی، دخترک از دور صدا میکنی، پنجره دلم هوا میکنی، دل برم 100 بار فدایت شوم، عاشقانه سویم نگاه میکنی. به می مصروف هستند، همه ایشان نور چشم ما هستند اگر نیتشان خدمت به دین پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه. اول در ترانه خوانی چی هست؟ شرط شعر و ترانه که ترانه اول بر وفق شریعت باشه، الفاظ در اوجا گفته نشده باشه در همون نظم که او الفاظ شرکی باشه، یک شرطش. و دیگه ایتی اشعاری نباشه که در او مردم را دعوت داده شده به طرف شهوات و جنس مخالف. فدای دو چشمت، فدای دو چشمت، های حقیقت با خانه ما نیا، میشم رفیقت با خانه ما نیا، با خانه ما نیا که میشی بیمار، اگه بیمار شوی میشم طبیبت، اگه بیمار شوی میشم طبیبت. این رقم نباشه، اگر این رقم بود باز علمی شعر قابل شنیدن نیستم. چی باشه در این شعر؟ حمد و ثنای الله رب العزت باشه، درود و نعت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه و منقبت اسلاف و بزرگا باشه. این بحث شعر شد که شعر به اینمی ایچی اگر بود با اینمی شرایط درست است، اگر نبود مردود است، از گوش کردن هم نیست، از خواندن هم نیست. و دیگه بحث غنا هست. غنا به قرآن، حدیث، اجماع امت حرام بودنش ثابت هست، هیچ کسی ایره منکر شده نمیتونه، نه نگه کش استثناست یا ایش استثنا، هرگز. حتی آنمو صوت و انتره و امو نغمه که پشت تقاریر علما میگذارن، او را علما خودشان نگذاشتن، اما محبینشان که صوت و صدای از اونها را ضبط میکنن، بعدش به این خاطره که یک ذره رنگ بازار پیدا بکنه و مردم میره گوش بده، در پشت از او یک موزیک را هم میگذارن. اینمیت یک تقریر قابل شنید نیست، این هم حرام است. حتی علما ای را گفته این توهین به شریعت است. همین شریعتی که ما را میگه نکنه گوش موسیقی حرام است. پیامبر علیه السلام در حدیث میگه من فرستاده شدم تا آلات موسیقی را از بین ببرم. موسیقی چنان رشد میته نفاق را، چنانچه آب بذر امو چیزی که کش شده او را رشد میته، امی رقم موسیقی در قلب نفاق را رشد میته. این هم مردود شد. این چی تقریر باشه این رقم، یا بعضی نعت و ترانه و اسماء الله را، حمد و ثنا را و نعت پیامبر علیه السلام را چی کردین؟ با موسیقی خواندین. ترانه خوانای عربی باشه، افغانی باشه، به هر زبانی باشه، همچی یک نعت هم از گوش کردن نیست، بلکه گناه ازی بیشتر از همون موسیقی هست. چرا؟ این چی میکنه؟ گرگ در لباس میش هست. همین شریعت، همین پیامبر میگه ما فرستاده شدیم تا آلات موسیقی را نابود بکنه، توصیف امور میکنه با آلات موسیقی. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعوذ بالله. این بحث شد، این بحث هم حل شد. و دیگه بحث که امروز بسیار زیاف هم هست، بحث ترانه هایی است که مشهور است به نام ترانه ذکری. چه رقم است ترانه؟ یک شعری را میخوانه و امو ترانه خوان در بک‌گراند ازی یک صوت دیگر را گذاشته به نام ذکر، که این را باز نامش را میگذاره ترانه ذکری. در ذکر جهر خدمتتان عرض کردم که ذکر چی خفیه باشه چی جهر، اردو درست است. یکی بحث صوفیه کرام هست، اونها ذکر جهر در خانقاه ها میشه، اونها درست است، هیچ مشکلی نیست در او را میگذاریم، اوسو بحث ما نیست. بحث ما با اینمی ترانه خوان هاست. اینمی ترانه که امو صوتی را پشت از این میگذارن در بک‌گراند از این،
و او را چی میگذاره؟ نامش ترانه ذکری. و این صوت از این چنان در کامپیوتر عیار شده که میگی البته دل روشن است. یک کسی از دور بشنوه میگه این البته دل میزنه، تا که نزدیک بری هم نزدیک هم بری او بیخی محرف شده هست، تغییر خورده از اصل خود. در ذکر جهر لفظ جلاله الله همزه اول های آخر الله هو، اینمی اگر اظهار نشد امی ذکر درست نیست. مطالعه کن کتاب های تصوف را که در این مورد علما کتاب نوشتین. اگر امی با اینمی شرایطش نبود درست نیست. این چی برسه دیگه تو از این خب بیخی تعریف کرده باشی، تو این از آواز ذکر الله آواز دل را جور کرده باشی، بازی جرم زیافتر از امون موسیقی هست. تو توهین به اسم جلاله الله کردی. در بعضی مواقع اگر امی ترانه را گذاشته شد با امون موسیقی که یک انسان بدبخت مفسد خوانده، شاید امی ترانه سر از او زورگی بکنه، در حالت که انسان را در وجد شیطانی میاره. ای از او کدن فعالیت زیاف باشه، یک جوش بکنی شاید هیچ فرق نشه، تا که یک وقت ببین نی خود ترانه خان جناب ترانه خان صاحبی را خوانده. و حتی از یک از علما شنیدم گفت من سند و دلیل دارم که در هتل انیمی ترانه گذاشتین و زنها بساز ازی با موسیقی و ترانه ازی بازی کردین. اگر تو برادر صدایت خوبش است خب بی ازی هم خوبش است، اگر نیستد تو چرا لفظ اسم جلاله الله را وسیله میگردانی تا که تو ترانه تو رنگ بازار پیدا کنه؟ این خب بسیار جرم کلان است پیشم. باز اکثر ترانه خانه امروز چی میکنه؟ اول خوب موسیقی هست، یک شعر را یک آوازخوان افغانی یا ایرانی خوانده، او را ساعتها گوش میکنه. خوب او را گوش کرد، خوب پرکتیس کرد، خوب تمرین شد، خوب او را یاد گرفت، بازی یک پارچه شعر را با مسبک از او میخوانه، نام از این را میگذاره نعت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ساعتها اوجا حرام را چی کرده؟ خود از این مرتکب شده. پس در اینجا خطاب ما بخصوص به جوانهایی است که و به عامه مسلمان ها که از گوش کردن همچو ترانه ها اجتناب باید کرد. این ذکر هم نیست، ترانه هم نیست، عین نمو موسیقی هست، حکمش امور دارن. و از برای دولت هم که جلو از اینها را بگیرن. چرا؟ اینها به نام دین نشر و پخش میشه، به نام ذکر، به نام ترانه اسلامی، به نام نعت. در فیسبوک ما دیدم یک مفسد نوشته کرد موسیقی حلال طالبا. طالبا 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 و طالبا جر طالبا حی طالبا وی طالبا. امیر گذاشته بودن. نام امارت هم بد میکنه، نام قاری و شعر و ترانه اسلامی را هم بد میکنه، نام علما را هم بد میکنه. این بود بحثی در این مورد خدمتتان بیان کرد.